اینجا داخل موزه مفضله گویم هم میشد، مفضله ابوعلی ابن سینا در شهر همدان. در اینجا سالهای زیاد کار کرده، علمای تبابت کرده هستند و اثرهای خود را ایجاد کردند. این مکت جای آرامگاه. این کتاب ها اثرهای ابوعلی ابن سینا کتاب های زیاد بینید، تومی 1 2 3 4 5 جلد در تمام موضوعات دنیا در اینجا چاپ شده است. همه کتاب ها اینجا هستند. این افتخار ما مردم تاجیک است که یکی از فرزندان ملت تاجیک در روی جهان علم طب را معرفی نمود و مردم از آن استفاده می‌برند، شفا می‌یابند.